تصور کن ناوهای جنگی ایالات متحده در سواحل ونزوئلا مستقر شدند. فضای هوایی ونزوئلا ناگهان به روی 6 شرکت هواپیمایی بزرگ بسته می شود. رسانه ها هشدار می دهند حمله قریب الوقوع است. اما پشت این خبرها چه چیزهایی پنهان شده؟ چرا دقیقاً الان؟ چرا ونزوئلا؟ در این ویدیو از شگفت‌یاب با 5 دلیل پنهانی آشنا میشیم که هر کدوم میتونن آتش یک درگیری بزرگ رو شعله ور کنن. دلیل اول، عملیات علیه کارتل‌ها یا آماده سازی جنگی. در ظاهر ایالات متحده در حال اجرای عملیاتی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب است. چند ناو، زیردریایی و حتی هواپیماهای جاسوسی به منطقه اعزام شدند. از بهار 2025 حملات هوایی آمریکا به قایق‌هایی که گفته شده متعلق به قاچاقچیان بودند بیش از 80 کشته بر جای گذاشت. اما موقعیت جغرافیایی این ناوگان‌ها دقیقاً در نزدیکی ونزوئلاست. سوالی که مطرح میشه اینه: چرا درست در مجاورت کشوری که تحت فشار سیاسی شدید آمریکاست؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند این عملیات بیشتر یک آماده سازی روانی و لوجستیکی برای اقدامات بزرگتره، نه صرفاً مبارزه با مواد مخدر. بعضی منابع حتی معتقدند هدف واقعی آمریکا ایجاد بهانه‌ای برای ورود نظامی به حیات خلوت قدرت‌های رقیب مثل روسیه و چین است. دلیل دوم، برچسب دولت تروریستی. کلید ورود به جنگ. ایالات متحده آمریکا نیکولاس مادورو و مقامات دولت ونزوئلا رو به همکاری مستقیم با کارتل‌های مواد مخدر متهم کرده. حتی برخی نهادهای آمریکایی نیروهای امنیتی این کشور رو معادل یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در قوانین آمریکا اگر کشوری تهدیدی برای امنیت ملی شناخته بشه، دولت میتونه بدون نیاز به تایید کامل کنگره وارد درگیری نظامی بشه. به همین دلیله که بسیاری از ناظران بین المللی میگن این برچسب گذاری ممکنه اقدام اول جنگ باشه، قانونی اما خطرناک. از نظر حقوقی چنین اقدامی زمینه ساز ورود به درگیری حتی بدون رأیگیری سناست، یعنی ساده ترین مسیر برای آغاز یک جنگ جدید. اگه تا اینجای ویدیو حس کردی پشت این ماجرا یه چیزی بیشتر از اونیه که رسانه ها میگن، همین حالا ویدیو رو لایک کن و اگه هنوز عضو شگفت‌یاب نیستی سابسکرایب کن، چون چیزهایی قراره بشنوی که تو هیچ خبری نمیگن. حالا بریم سراغ دلیل سوم، جایی که اقتصاد به سلاح تبدیل میشه. دلیل سوم، بحران اقتصادی مرگبار ونزوئلا. ونزوئلا با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی جهان مواجهه. تورم نجومی، کمبود شدید مواد غذایی و دارو، کاهش بیش از 70% تولید نفت. همزمان آمریکا با تحریم‌های سنگین اقتصادی صادرات نفت ونزوئلا رو فلج کرده. در چنین شرایطی آمریکا ممکنه با افزایش فشار حتی نظامی به دنبال فروپاشی دولت مادورو باشه. از طرفی رنج مردم هم میتونه تبدیل بشه به ابزار تبلیغاتی برای توجیه مداخله انسانی. ناظران سیاسی معتقدند استفاده ابزاری از بحران انسانی یکی از استراتژی‌های متداول برای مشروع جلوه دادن مداخله نظامی است. دلیل چهارم، واکنش نظامی ونزوئلا. هشدار روشن به آمریکا. در پاسخ به تهدیدات اخیر، مادورو دستور بسیج عمومی نیروهای مردمی بولیواری رو صادر کرده. همزمان تمرینات نظامی در مرزهای کشور و استقرار سامانه‌های دفاعی افزایش یافته است. مقامات رسمی ونزوئلا در رسانه‌های دولتی اعلام کردند که هر گونه تجاوز با پاسخ شدید مواجه خواهد شد. بستن فضای هوایی، ممنوعیت پرواز شرکت‌های بزرگ و فعالسازی سامانه‌های هشدار سریع همه نشون میدن که کشور در وضعیت آماده باش کامل قرار داره. گزارش‌هایی مبنی بر تجهیز موشک‌های کوتاه‌بر و حتی تمرین شبیه‌سازی جنگ شهری در کاراکاس منتشر شده که نشون میده تهدید در حد حرف باقی نمانده. اگر حتی یک درگیری کوچک هم اتفاق بیفته، امکان واکنش زنجیره‌ای بسیار بالاست. دلیل پنجم، نفت، ژئوپلیتیک و حضور قدرت‌های رقیب. ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت خام جهان رو در اختیار داره. این کشور همچنین روابط نزدیکی با چین، روسیه، ایران و کوبا داره، یعنی کشورهایی که در مقابل سیاست‌های آمریکا ایستادن. حضور اقتصادی و نظامی این کشورها در آمریکای جنوبی برای ایالات متحده تهدیدی راهبردیه. از دیدگاه ژئوپلیتیک، آمریکا ممکنه این وضعیت و فرصتی بدونه برای حذف نفوذ رقبا.
تثبیت جایگاه خودش در نیمکره غربی و کنترل بر منابع انرژی استراتژیک. آیا جنگ در راه است؟ این 5 دلیل به تنهایی شاید کافی نباشند، اما کنار هم که قرار میگیرند تصویری ترسناک ترسیم میکنند. ترکیب فشار نظامی، تحریم، برچسب‌گذاری امنیتی، بحران داخلی و منافع استراتژیک میتونه منجر به یک درگیری بزرگ شوه. سناریوهای احتمالی متفاوتن: مداخله محدود آمریکا برای نمایش قدرت، جنگ گسترده برای تغییر رژیم ونزوئلا، یا حتی بحران منطقه‌ای با ورود کشورهای دیگر. اما یک چیز واضحه: همه چیز آماده است، فقط کافیه یک حرکت اشتباه زده بشه. تو فکر میکنی واقعا احتمال جنگ هست؟ کدوم یک از این دلایل به نظر تو خطرناکتره؟ نظرت رو تو کامنت ها بنویس. و اگر دنبال رازها، دانستنیها و تحلیل‌های عمیق‌تری هستی، حتما کانال شگفت‌یاب رو سابسکرایب کن. منتظرت هستیم.